یک شاخه گل، برنامه شماره 36. این بار از اشعار وحشی بافقی خواهید شنید. البته می دانید که وحشی زاده کرمان است و از شعرای قرن دهم. از وحشی بافقی علاوه بر قصایدی که بیشتر در مدح شاه طهماسب صفوی و درباریان اوست، 3 مثنوی به نام فرهاد و شیرین، خلد برین و ناظر و منظور باقی مانده. وحشی دارای اشعار دلنشین دیگر هم هست. از آن جمله مربعی است که شاهکار او محسوب می شود. اینک چند بیتی از آن را با صدای خانم روح بخش می شنوید. روزگاری من و دل ساکن کویی بودیم، ساکن کوی بت عربد جویی بودیم. دین و دل باخت دیوانه روی بودیم. بسته سلسله مویی بودیم. کس در آن سلسله غیر از من و دلبر نبود. یک گرفتار از این جامعه که حوزم نبود. نرگس غم زمش این همه بیمار نداشت. سنبل پرشکنش هیچ گره
این همه مشتری و گرمی بازار نداشت. یوسفی بود ولی هیچ خریدار نداشت. یوسفی بود ولی هیچ خریدار نداشت. اولان کس که خریدار شدش من بودم. وایدا گرمی بازار شدش من بودم. یا اولان کس که خریدار شدش من بودم. اولان کس که خریدار شدش من بودم. باعث گرمی بازار شدش من بودم.
گرچه از خاطر وحشی هوس روی تو رفت و از دلش آرزوی قامت دلجوی تو رفت، شد دل آزرده و آزرده دل از کوی تو رفت، با دل پرگله از ناخوشی روی تو رفت. حاش لله، حاش لله که وفای تو فراموش کنم، سخن مصلحت آمیز کسان گوش کنم. پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد،